تا حالا شده یه تصمیم مهم رو فقط به خاطر ترس کنار بذاری؟ یه جمله ساده مثل اگه خراب بشی چی؟ اگه شکست بخورم چی؟ اگه مسخرمم چی؟ همین جمله ها میلیونا آدمو توی قفس نامرئی نگه میدارن. ترس از طرد شدن، ترس از شکست، ترس از تنهایی. این ترس ها واقعی نیستن، یعنی وجود دارن. ولی نه بیرون از تو، بلکه درون تو، ذهن ما طوری برنامه ریزی شده که امنیت رو به تغییر ترجیح بده، حتی اگه اون تغییر قرار ما رو نجات بده. پس وقتی از چیزی میترسی، شاید در واقع مغزت داره تو رو از یه رشد واقعی دور میکنه. یه نفر عاشق نقاشیه ولی هیچ وقت آثارش رو جایی منتشر نمیکنه. چرا؟ نه چون وقت نداره، نه چون بلد نیست، بلکه چون میترسه از قضاوت بقیه، از اینکه اونا بگن این چیه کشیدی. اما چیزی که اون نمیفهمه اینه که ترس همیشه تو رو کوچیک نگه میداره. ترس قراره تو رو زنده نگه داره، نه خوشحال. وظیفش نجاته و هم موفقیت. اما تو اومدی که فقط زنده نباشی، اومدی که زندگی کنی. ترس همیشه هست، ولی بیشتر وقتا ترس نه از بیرونه، نه از واقعیت، از داستانیه که توی ذهنت ساختی. ذهن ما راحت طلبه تغییر براش یعنی خطر. براش مهم نیست چی به دست میاری، فقط میخواد امن بمونی. ولی تو برای امن بودن نیومدی، تو اومدی که تغییر کنی، ریسک کنی و رشد کنی. بزرگترین اشتباه ما اینه که صبر میکنیم تا نترسیم، بعد شروع کنیم. ولی قهرمانا هم میترسن. فرقش اینه که با ترس حرکت میکنن. بیا امروز فقط از خودت یه سوال بپرس: آیا واقعا خطرناکه یا فقط میترسم؟ شاید باید بپرسی: آیا واقعا خطرناکه یا فقط میترسم؟ تا حالا به این فکر کردی که چرا همیشه قبل از شروع میترسی؟ اون لحظه هایی که یه تصمیم مهم جلوت وایساده، یه صدای آشنا توی سرت میگه نکن خراب شه. اگه جواب نده چی؟ اگه ضایعشم چی؟ همین صدا هزاران بار جلوی قدم برداشتن خیلیا رو گرفته.